هون گداریا رادیو ریا تزش مسکوی دکن. سلاف و دما بخیر گدارین دلال. رادیو ریا تزه اند کارن ببین تو رو اینترنتی بوی ناونی شانی. مالپرا ریا تزه نقطه کم. ایرو شمی بیزده ایرونیه گداریا دنگو باسین گرینگ یه وقتی بکن. روز یک شمی سرک مسعود بارزانی گل کساتی و کادرین انجمن و سرکاتی پدیکه کرکوک و گرمیان جویا و راگیاند ام ت بازار سر کردستانی بونا کرکوکی ناکن و نابه داگرکن نوی به بنگی سرک بارزانی گوتنا خدا حاضر را گوت و کردم از دوی باوری دامه وی کرکوک به نمونه پکواجیان آشتیان یا پکاتاین و پیوسته رفشا کرکوک و نوچین کردستانی ین دروای اداره حریم کردستانی گوری ماده سچلی یا دستوری وره اجاره کردن و نابه داگرکن نوی به بنگی جبینی دا سرک بارزانی بالکشان سر من پکرن دستوری ین حکمت عراق اید چند سالین در باز بویدا و بسا بریار گل کردستانی یا انجام دانا رفرندومی و بیارین پشتیوی و من پکرن بغدای دژ گل کردستانی کرد سرک بارزانی دیار کرد که نوچه گرمیان پارک شیرش قربانی دانی دبر در جواندین گل کرد دایه و بدریجای خبات آزادی خوز گل کرد لوی نوچه راستی زوردایی نکه مزن هاتنه سرک بارزانی درباره دانستاندن نهاد نابر آلیان داشت بو پیکانی حکمت عراقی گوت پیوسته جوان که سیاسی بلند بو پلان استراتژی و پیکادین داکو بریارین گرینگ برازیبون نونرین پیکاتاین عراقی پیکو جوی انجام درکون و کرد دا بش داربن داکو جاره کردن تکراوی تکبداری دا چینه به و پیکرن دستوری بداوی بین و تکس و توالیه که نکاره به توانین دژی گلیمه هاتنه کرن دوباره بکه درباره هلبجاتن کردستانی سرک بارزانیش کادرین پیدا که خواست که بجوشه که مزن خواهش هلبجاتن پارلمنت کردستانی را آمد بکن سرک بارزانی تکس کرد که پشتوانی گل وی پیدا که سرکتن مزن دستوا بینه و حکمت که پیس وی وره پیکانین که کاره به ریفورمین بنگین بکه دو هنگا پروپاگاندای لیستا 108 سسیون دا یا پارتی دموکراتی کردستانی الباجارو که آکری ادامی پولیت بیروی پدکه مسرور بارزانی گوتارک پیشکش کرد او را گیاند که پدکه تجاری شمافی سرخوبون کردستانی دانای که مسرور بارزانی گوتار خدا گوت رژیم بری ین عراقی بزاو دکره که شنوارین کردواری و نجات پرواری کردستان و تایبت لوی نوچه نهیلن لی قربانی دانا گل تکس کرد که چاوا آکری بناف و دنگ واجی افدبر پشتوانی ریباز پدکه او سرفرازی او سرخوبونیه هر و مسرور بارزانی گوت اف تجاری دفش مافین و پروژه ملتی خو برنادن اف وی خباتی بدوان دکن اف روژه که جورجان دفش مافین سرخوبون و جارنویسا وی ملتی برنادن جیگری سروکی پارتی دموکراتی کردستانی نیجیران بارزانی پروپاگاندا یا لیست 108 سسیون دا گوتارک پیشکش کرد و گوت پارتی الحریم کردستانی کارش بو و کهوی دکه و تکس کرد پیشکتن سر دست پیدکی داده به هر وا نیجیران بارزانی گوت سرکفتن پارتی دموکراتی کردستانی سرکفتن کردستانی او تکس کرد پارتی حزب که دی هر پیشی دا بمینه هر پیشنگ به جیگری سروکی پارتی دموکراتی کردستانی دیار کرد پارتی سریل بر تکستان تو آلیان نتواندیه لیل بر کردستان افسد جران خود تابینن. سروکی لیسته یکیتیان اجتماعی کردستانی قبط طالبانی دخواست دور کردن شرکاره که دکه که پروپاگاندا بجارتن پارلمانتوی کردستانی برب نارامی دبن او دبیجه ام دخواستن پلورا بجیاوزین خوا کردستان که آرام دا بجین قبط طالبانی دخینیک بلاف کر او را گیاند که مخابن چند ولاتی که دبیجه قای خزبت و پارتی خود کن دست قطعاندن یانجی شکیناندن آوینه و پوسترین هنک برب جیران کرنه طالبانی گوت از الورج اندام و آلیگرن همو پارتی دخواست دکم که رئیس الپوستر و بیناین بربجین دم بکرن و شرکاره که کو پروپاگاندا ما برب نارامی و به دور بکوین سروکی لیسته ین که قبط طالبانی رو دیار کرد شقا سبه دی پروپاگاندا بدوی به و همو علی جردن سر ماسته گوتو بیجن یا جیل نوف پارلمانتوی دو پرهور رونن لما پیوست نکه رفش کردستانی بتایبتی پروپاگاندا ما برب نارامی و ببن نویندا لیکولینین اکادمیک یا پارتی دموکرات کردستانی درباره هلبجارتن پارلمانتوی کردستانی دا راپرسی کریه و الگوری وی راپرسی پیدکی سدی چلیه که دنگا وردگره و دبیه کم یکتیان اجتماعی کردستانی بریجهش سدی 18 دبه دویام و تفگر و گرانج دبه سیام نویندا لیکولینین اکادمیک یا پیدکی هر چهار پارزگین حریم کردستانی هولیر سلیمانی دحک و حلبجه و 13 نوچه سروان پارزگی و راپرسی درباره هلبجارتن پارلمانتوی کردستانی کرد
نوند لکولین اکادمیک یا پدکی 3100 فرم جبو راپرسی سر بولاتیان و بلوف کریه و جوان 3000 فرم هاتن وگراندن. گور انجام راپرسی سدی 68 دنگدیری نریم کردستانی بجداری البجارتنی پارلمانت یدبن. سدی 14 ولاتیان بریار خانه دانه و سدی 8 جید بجد اوناچن سر صندوق دنگ دانه. انجام راپرسی نوند لکولین اکادمیک یا پدکی بی آواییه. پدکی سدی 41 دنگان وردگره. یینکیش سدی 18 دنگان وردگره. تفگر گوران سدی 10 دنگان وردگره. تفگر نفشانوش سدی 9 دنگان وردگره. هف پیمانی برای اسلاش سدی 6 دنگان وردگره. کمله اسلامی یا کردستانش سدی 3 دنگان وردگره و هف پیمانی بود دموکراسی و داد پروریجی اگر بجداری البجارتدان ببه دیش سدی 6 دنگان بستینه. سکرتاری پلیتبیرو پارتی دموکرات کردستانی فاضل میرانی سر رخنین برپرس یینکه ین درباره حکمت حریم کردستانی او پدکی دو حشاری دا یینکه او را گیاند جنها پی و اگر یک گوتن لسلمه بکن امی دی ست گوتن بیشن. فاضل میرانی که تبلی کمپانی پدکی یال سقلاوی بود دخینی که دا آمجه برخنه یینکه ین حکمت حریم کردستانی او پدکی کر او را گیاند جبر پرسن بلند ین بی پارتی و ام دبیسن که درباره ما حکمت دا خرابی داخل قالك نخوشتك وج امبون تشتون جبر برسن باي بلندين بي بارتي ود بيسن لا موجي نو بي و افيك قوتن السر ما بكن امجي سات قسا جبو قوتني هنا یکتیان اجتماعی یا کردستانی یینکه برهم سال با پست سرکمر عراقی دیار کرد. روز چهارشنبه انجمن سرکاتی یینکه سلیمانی جبو یکالی کردن بربجیر پست سرکمر عراقی جویا. دجبینی داشت برهم سال 26 دنگان و بربجار یینکه با پست سرکمر عراقی هات البجارتن. الگور زانیاریان جبینا چهارشنبه دا سرکاتی یینکه وی یکی را بوندوی برهم سال وگر نو یینکه تا یینکهشی وی بکه بربجاری پست سرکمری تی پیش بینی کردن پشتی بریار یا یینکی برام سال وگر نو یینکی دفش پارتیا هفپیمانی بود دموکراتی او داد پروری برده. هر چارچوب دیار کردن برام سال وقت بربجار یینکی به پست سرکمر دا هات زانین کد کمبونو سرکاتی یینکی دا ناکوکی چه بونو برپرسی دسته کاریگر پلیتبیرو و پارتی ملاب اختیار او اندام سرکاتی بلیسه جبار فرمان جبین بردوان نکردن او درکتن. شالی کردن و سکرتاری پلیتبیرو پارتی دموکراتی کردستانی فاضل میرانی را گیاند هر دمو که یینکی فرمی گود نخال سرپرسا سرکاتی عراقی بده و دمی و پدکیجی هلوست خو راب گینه. پارتی دموکراتی کردستانی البته خود درباره بربجار کردن بر همسالش عالی یکتیان اجتماعی کردستانی و بو پست سرکمر عراقی را گیاند. بدف کی پدکی محمود محمد را گیاند که یینکی با یک والی بر همسال وقت بربجیر سرکمر عراقی دستیشان کریه اوش بو پستی اوجید نامزد خود دستیشان بکن. محمود محمد دخینی که نویسکی را گیاند و پارتی دموکرات کردستانی پشتی جوین الگل جگری سکرتاری گیشت برپرس دسته کارگری و اندام پلیتبیرو یکتیان اجتماعی کردستانی مدخواست چاوکش بچون بخدای ام یک ریس و خدان برنامه که هفپارن همان اوایش بو دست نشان کردن نامزد سرکمری جلهف بکن و بریکفتن دیار بکن. محمد داخیا کرن که وقت در انجام البجارتنان اف پست سرکمری عراقی مافی خود زانن و بری نه چند جران نامزد یینکی بونه سرکمر ویجاری جوان خواستی نامزد پدکی و پستی ور بگره. بدف که پدکی گود وی درباره دا پیشنیار و گوهرتن مهبون بریار بسابقو اندام یینکی پشت جوینا پلیتبیرو خو ما آگادار بکن لی ام آگادار نبون او چپمنی ما بیست که دکتر برهم صالح پشتی وگر نویینکیش بو پست سرکمری هاتیه بربجیر کرن. محمود محمد آمجه بی یکی کرکن نو به توالی یک پست سرکمری تنی وک ملکی خواب بینه و آنی زمان ام وک پدکی رادگین که پست سرک کمر حقی گلی کردستانیه و نو به توالی وک ملکی خواب بینه لمد بیش بو داگرتن و بی پستی نامزد پدکیجی هبه. وزیر برگری آلمانی اورسولا فون در لاین که دوشنبه ایواری گیش حریم کردستانی دمو سردن نوونده که راینان کردن پیشمرگه دا هفلیری کنفرانس که روزنامه‌نگاری دارخست. اورسولا فون در لاین را گیاند پیشکتن برچل حریم کردستانی بونه و تجاری غیرمانی پیشمرگه تکشکاندن داعشی داشت بیز ناکن. وزیر برگری آلمانی گوچی پیوسته هفکاری و لشکری پیشکشی از پیشمرگه کردستانی ببه جبر که هین ایدئولوژی داعشی مایه. وزیر برگری آلمانیش دست پیکر شهر دژی داعشی و چند جران سردن حریم کردستانی کرد و بری سردن نهاد ثبات و ایسال داجی سردن هفلیری کرد.
جدرکی عراقیش کانال ارتیا روسی را تکس کرد با جگری بری سروکی عراقی عادل عبدالمهدی جبو نزدیکترین کسش بو سرکاتیا وزیر عراقی بکه وی جدری که سروکی شیعه و نخواستی نوبی اشکره ببه ارتیا دیار کرد کارک بریه که دجوار دوباره عادل عبدالمهدی و هجمارش کسیتین دنده هبول لی رکتنه که کردی سنی شیعه چه بو که پست سرک وزیر را دستی عبدالمهدی بکن همان جدری گوت جی همو رکورن پیویست لسروی پرسی یکوالی بونه تنی عبدالمهدی بندی رازی بونو لیوگر بلند یا شین عراقی علی سیسانی مایه هر با وی جدری زلال کرد که عبدالمهدی گوتیه افت جوری پستی ورنا گرم اگر لیوگر بلند علی سیستانی لسر رازی نبه دکتر بشیر خلیل هداد فراکسیون پارتی دموکراتیا کردستانی پارلمانت عراقی دا وک جگری دویام یه سروک پارلمانت عراقی هات هلبجارتن جبینا یا پارلمانت عراقی دا پارلمانتاران دنگش بو هلبجارتن جگری دویام یا سروک پارلمانت دان دنگدانی دا 282 پارلمانتاران دنگ دا ود انجام دا دکتر بشیر خلیل هداد فراکسیون پدکی 185 دنگ دست خست و بو جگری دویام یه سروک پارلمانت عراقی الگوری زانیارین شفقانین خواجی و هجمانک شمال بتن ایدلیبش علی کومین چکدار ین اپوزیسیون سوری و پشگریا ترکی حریم افرین یا رجوع کردستان دینب جی کرن شفقانی که شریم افرین وراگیان که چکدارین اپوزیسیون سوری پشگریا ارتش ترکی هجمانک شمال بتن ایدلیبل گند کوکانا شیرین کوکان تایتانی یه سب نحیه مابت یه حریم افرین و هاتنب جی کرن شفقانی نابوری راگیان دی مال بتن ایدلیبل شونا مال بتن کردین گند کوکانا شیرین هاتنب جی کرن گوری گوتنا همان چفقانی چکدارین حزب ناو احرار الشام مالبتن افرینیین کرد بزوری اجبالین وان درخستن و مالبتن ادلیبیل شونا وان بجی کرن گوتنا چفقانی حتی نا چکدارین اپوزیسیونی بردوانن سر جیگنا مالبتن ادلیبیل حریم افرینی روجوای کردستانی نوچه رچای افرینی شیلا میتی یا ترکیه و تومتا اندامتیو یه بگیل حتای اویانی بجداری چالاکیا کشتنا سربازین ترک بونه نکس حتی بون بنچف کرن نکسین که نوی و نوی دیار کرن حتای در کتن پیش بری دادگی و دم اپراسیون سر افرین داب کشتنا دو سربازی ترک حتن تومت بار کرن سردوزگری حتای داخیا کرن نکسین کش افرینی نه خراب کرنا یکتی آخا ترکیه و کشتنا به پلانی تین تومت بار کرن و جبری و بریار زندان کرنی هاتی داین جبر دوگر کرن و رفشا نه آسایال افرینی درباره نستمای کسی نهاتنه گرتن دا آگاداری زلال نینن او بری پرسینه که چه هاتنه گرتن نایسانین سروی پرسیجی فرماندارین یکی نای پراستنا گل رد دکن که نه شروان الویل افرینی شعالی ترکیه و هاتبن گرتن آمریکاش دست پیکو مها ایلونی و حتی نا 500 بارلگری چک در بازی روجوای کردستانی و باکوری سوریه کریه. گوری چفدیران آمریکا پشاندن چک و آلاوین لشکرین ین زیدتر بگه خال روجوای کردستانی و باکوری سوری پیستر دکه بشک جوان چکون در دور هسکی و بشک شیل من بی جهات نبجی کرن. بنیرین و بشکش چفدیران آلمانجا آمریکا شاندن وان چکون هیه که روش بروش بگه این خو لون نوچین پیستر بکه. گوری دخینین ریبریا واشنگتونی آلمانجا سرکه شاندن دوان چکان آمده کارین شهری دایش بکو حتی نا توایی نهات یبداوی کرن لی تبی نزدیک بونو نیشتن دایشی آمریکا بنگین خالوان نوچین پیستر دکه بیترش 18 بنگین هزین آمریکی لسوری هده جوانجی بنگین رمیلان دیریک سباو الخیر ایانیسا تل سمین تبقا گری مشتنوری سرین التناف تل تامیر تل بیدار مبروکا خراب اشتق منبیج و در دور حلبی حکمت سوری روسیا و ایران جوی هبون آمریکا السوری نرازینه وزیر کاروبار رجلات ناوین یا بریتانیا الیستر بیرت انقرید کنگره که رجدبانی دا راگیان کد ناوی پگی دا هنک آلی نزیکی سیاست تا پککنه لی هجمارک زیدهش آلین ناوی پگی دا دجی سیاست تا پککنه الیستر بیرت تکس کرد که ولتی وی فشارین میزن یه پکی دکه داکو خوش پکی دور بخه وزیر کاروبار رجلات ناوین یه بریتانیا چروش برینا درباره پرسا ایدلیبی سردنا انقره کرد و الگل بر پرسین ترکی بحثا جرانویسا نوچهید من دست یه پکی دا او ایدلیبی کرد شالی خوب حکمت ترکی بردوان دوباره دکه و تکس دکه که یه پکی بشکش پکیه و وان وکه تروریسم نو دکه و سروی پرسیجی گلکی ناکوکین تدنا و انقره و واشنگتون دا چه بونش برکه آمریکا پشتوانجان یه پکی دکه و چک و آلیکاریان را دستیوان دکه و ترکیه دجیوی هلوستا آمریکا را دوسته دنگ و بسین جیانی
اینترفاکسا روسیش سرزمان وزیر بروانی روسی سرگئی شویگو و گوهستیه که هزین حکومت سوری و هفپیمانین وی تو اپراسیون کنول ایدلیبه ناکن. داخلین سرگئی شویگو یک سرپشتی را گیاندن رکفتن نوبرا سروک ترکی رجب طیب اردوغان و یه روسی ولادیمیر پوتین ده هاتن. آلی که دن هر یک سروک روسیه و یه ترکیه لسوچی جوینک درباره رفشا ایدلیبه دار خستن و ته دال سرپیکانین نوچه که بیچک ایدلیبه لف کرن. سر یکی سروک ترکی رجب طیب اردوغان را گیاند که ولات ویلگل روسیه لف کریه که نوبرا هزین رژیم سوریه و کاتبین اپوزیسیون لیدلیبه نوچه که بیچک پیک بینن. اردوغان دیار کرد که هزین ترکیه و روسیه نوبدارین سربازیل دوباره بیچک بریوا ببن. سروک ترکیه و روسیه دکومبونا سوچی دا گیشت رکفتن که دور آوکرنا هریمه که بیچک پرزگه ایدلیبیا با کوری سوری. اف هریم وی بری 15 ماه دهان کورایا 15 حتی 20 کیلومتران بی آوکرن و وی هزین روسیه و ترکیه نوبداریا وی بکن. وزارت درویا سوری بخیراتنا رکفتن کرد و گوت وی سوری شهر تروریستا دا بردوام به حتی که همی هریم والد بین رزگار کردن. ارتش ترکیش با وکرنا هریما بیچک هزی خواهین لشکری سرسینوری ایدلیبه زیده تردکه. ترکیه روزانه وسایت لشکری و تانک بر سینورین سوریه در و دور ایدلیبه برد که. وزیر درویه ترکیه مولود چاوشوغلو چند روز بری گفته بود پیوسته افزیده تر لشکر بشینن ایدلیبه داکه بکاربن هریما بیچک آوا بکن و چافدیریا ایدلیبه بکن. چند روزن گل هزین لشکریین ترکیه جی ارتش ترکیه سینوری ایدلیبه دیوارین بتون جی خاطر دکه و بلوکین بتون یم 4 متر بلندایی و 12 تن گرانی جیل سر سینور دانین. سروک روسیه ولادیمیر پوتین و یه ترکیه رجب طیب اردوغان بری 5 روزان سوچی جوینک درباره رفشا ایدلیبه دار خستن و تدا سرپیکانین نوچه که بیچک ایدلیبه حف کرن. ولات روسیه و ترکیه سردبرین بیچک الباجار ایدلیبه لف کردن و اف باجار شرکی گران پاراستن لیهن سیاست بدارین کرد بیدن که افری کفتن دمکیه هندن دبینن جی که دی باندور نینیل سر باجار افرینی هبه. پشت جوینه که دالید نبر سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک روسیه ولادیمیر پوتین دا سر آواکرنا دبره که بیچک الباجار ایدلیبه هات لف کردن کل سر کرویا 15-20 کیلومتر خواهد گره. هرو همو هزین که بتروری تینه بناف کردن مینا جبهت النصرة دویش باجر ترکبت و به رکفتن باجار ایدلیب شرکتی دورخستان. هنک سیاست مدارین کرد بینن که رکفتن سوچی دابر هر دو آلیان داب هزاران سیویلان شکشتن پاراستیه لی افنای بی باتای که تو جاره سیاسی دیب خرابینه لی بلی بهترش بو برجوادی خواه او رکفتن امضا کرنه. جگری سروک پارتی یکتی دموکرات کردال سوری مصطفی مشایخ سروی رکفتن گوتیه رفش سوری گلک خراب او تولهوه هر ولاتک تخوازه گور برجواندی خو پلان خو پیک بینه بری السوری شهری نخواهی بو لی ایرو اولات هندری وی شهری دانه اش برویج ام وک ملت سوری ام قلنی وی بهتر داینن جالی که دنو هن سیاست بدار کرد بینن که رکفتن سوچی دی بن باندور نینیل سر رفش کردان باجار افرینی بکه تکز دکنجی که رکفتن دی دمکی جبر پسگریکن ترکیه زیده تردکه و اگرین شرکی گراند پیش روزی دا بخاراتینه. اندام دسته سیاسی یکتیا لیبرال یا کردستانی فرحت تلو دبیجه. ابری کفتنا که چی بویه دمکیه. پشتی کفتنا درباره ایدلیب دی شرکی گران چی ببه و بیارن لازقه نشان ویکینه. هر وقت بیر کفتن ترکیه دی زحمتین بکشنه و دی نگار به بار ویکی حالینه. الباجار ایدلیب نزدیک 3 میلیون کس دجی و بکنینا شرکش علی رژیم سر باجیر جیان وان دخسته بترسیه دا هر وقت افش کوچ بریاش در و سوریه پاراستن لیبگوری هند چاپتیران افریکافتن حتی دمکی درش نادومه همچنین علی هزین که تروری هات نبناف کرن مینا جبهت النصرة و هین دولتن که نبشه کنشوی رکافتن مینا ایران و امریکا و وزارت بروانی روسیه را گیاند که بالافرا روسیه یا استخبارات الکترونی سر دریای سپیش والیا سیستم بروانی هوایی ارتش سوریه و هات خستن. دست پیکو هفته بوری نوانده هزین سربازی یا روسیه لسوری را گیاند که بالافرا استخبارات الکترونی ایل 20 نزدیکی دمجوار 23 راداران و دابو. تمان دمی ده هات را گیانده که دوان کلیان دا بالافرین شهرین اسرائیلیین F-16 جی یریشی سر ارد سوریه دکرد. اجبارگه سربازی یا روسیه لسوری هر هات را گیاندن
قدام و دابونا بالافرا ایل 20 دا گمی سربازی فرانسه جی موشک داویتن سر سوریه. شالی وزارت بروانی روسیه و خستنا بالافرا ایل 20 سر دریای سپی هات پشت راست کردن. داخلی وزارت بروانی دا دیگوتن که بالافرا ایل 20 شالی موشک از دستت یا سیستم بروانی ارتش سوریه و هاتیه خستن. اجبر که بیدیو وزارت بالافر اسرائیل F-16 خال پشت بی بالافری و شرط بود. ایل 20 بالافر استخبارات الکترونی و شهر الکترونیه بالافر در شهر سوریه در همو یریش فروکین سو و موشکن باسکدار ین کالیبر ین هزن هوایی ین روسیه کوردینه دکرن. سروکی سوری بشر اسد سرفروکای روسیه یا دریا سپی کتبو سروکی روسیه ولادیمیر پوتین را پیامک سرساقی شاند. آژانس فرمی یا سوری صدارگیان که اسد دیار دکه که برپرسی کتنا فروکی اسرائیل و ده زانین که اف بیار خراب انجام قررتی اسرائیلیه. اسد گفت که بیاری بس تراژیک ریل بر تکوشین روسیه دژی تروری نگره. ارتش اسرائیلی دژی سوری یریش بکنی بود همین دمیدا بیوندیو فروکا روس را که تدا 15 لشکر هبون قطب بو. ارتش سوری دیار کرد که هزن اسمانی خواستن یریش ببن سر فروکین اسرائیلی لبشاشی فروکا روسیه خستی خاری. روسیه و سوری سر بیار اسرائیلی توانبار دکن لی اسرائیل توانبار کردن رد دکه. برپرس گروپ کاریا ایرانی وزارت درباره آمریکا براین هوک چند روز برینها گفته بود آمریکا پیمانه که نویا ایرانیه که پرس اتمی و پروگرام مشکی یا ویولاتی اشکارا بگره و دیار کرده بود. رکفتن وینای رکفتن شخصی یا نابر دو دولت اندابول لیوی جاری آمریکا رکفتن نو دخواسته. وزیر درباره ایرانی محمد جواد ظریف برسی و براین هوک دا و پیشنهاد آمریکا یا بو پیمانه که نو درباره برنامه اتمی و مشکی ایرانی دا رد کرد. محمد جواد ظریف گوتن براین هوک نراستن و رکفتن اتمی یا 5+1 لوین و هاتبوی مذکرن رکفتن که ناو دولتیه کش عالی نتوین یک بوی و هاتیه قبول کرن و انجمن آسایش ناو دولتی جی او رکفتن پسند کریه. ریبری آمریکا یا بسرکاتی دونالد ترامپ جی رکفتن اتمی یا وینای یا نوبر ولاتن 5+1 و ایرانی دا نرازیه وش بر وی یکی جی ببریار ترامپ نه گلان 2018 دا آمریکا جوی رکفتن بکشیا. هر وقت آمریکا پشتی در کتنا رکفتن اتمی یا ایرانی را سانکسیون عبوری بسر ایرانی دا سپاند. ولایت میرلند یا آمریکا کسی که گله بردان خلقی و دنجامی دا 3 کس هاتن کشتن و هجمار کسی دن جبرین دار بون. بیار نویندا دا بشکرنا درمان دا رو دا اکوزیدتر 1000 کارکر تیدا بون. ریوه براوی نویندی سیوزن هندریس را گیاند. نها روش هاتیه کندرول کرن و کارمندین من جی خانه اسلامتن. FBI و هیزن اولکوری جی بیاری دوربیچ کرنه و دخوش خلقی کرن که نزیکی نوچهی نبن. حتی نها جی سدم و مبستا بیاری نهاتیه زانین. بداری نیجا ابو وشانا دنگو بحثن هفته که شهر 4 پرچین کردستانی و کردن دیاسپوره هروا نوچه نونتوی اجاره کردن هفتیاتی دیسل سروی نوینیشان امی راستی هبین آمده کار او رو برا دنگو بحث نو یا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتی نی وشانا کردن بمین نوخیر و خوشیه دا.